حکم دادگاه صادر شد و خلاصش این است که در سال 2016 روسیه کوشش کرد حکومت چرنگوریا را سرنگون نماید. روز پنجشنبه دادگاه عالی چرنگوریا 14 نفر را با جرم کوشش تبادلات دولتی محکوم کرد. دادستانها این گروه را که در آن 2 خادم اداره اکتشافی روسیه شامل بودند با تلاش برهم زدن برنامه ورود چرنگوریا به پیمان ناتو متهم کردند و دادگاه روز 9 می در شهر پودگوریتس گروه را با تروریسم و تشکیل اتحاد جنایی عیبدار دانست. آن پیام سیاسی که من امروز شنیدم این است که روسیه و سربیا گناهکار هستند. این مسئله جنجال برانگیز است. کرمل دست داشتن نهادهای دولتی روسیه در این حادثه را رد کرده است. محاکمه تلاش تبادلات دولتی نزدیک 1.5 سال ادامه داشت. به عقیده دادگاه گروه میخواست هنگام انتخابات پارلمانی سال 2016 بینای پارلمان را اشغال و سروزیر میلا جوکانوویچ را به قتل رسانده حکومت رو به مسکو را سر قدرت آورند. ادوارد شیشماکوف که همچون افسر اکتشاف نظامی روسیه شناخته می شود به مدت 15 سال، یک شهروند دیگر روسیه به نام ولادیمیر پوپوف به مدت 12 سال زندانی شدند. 2 رهبر جبهه دموکراتی رو به مسکو اندریا مندیچ و میلان کنیزیویچ 5 سالی از آزادی محروم شدند. جوکانوویچ در کرسی سروزیری باقی مانده سال 2018 رئیس جمهور انتخاب شد. چرنگوریا باشد همچون عضو 29 به عضویت پیمان ناتو قبول شد. دیپلمات‌های کشورهای غربی میگویند حکومت‌های نیم جزیره بالکان باید زیرکی را از دست نداده به کوشش‌های نفوذطلبی روسیه مقاومت کنند. خوشبختانه نظر امریکا و اتحادیه اروپا به نظر ممالک قسمت غربی نیم جزیره بالکان همسان است، ولی روسیه به تبهکاری ادامه می‌دهد. ما شاهد این امر در اجرای سازش پرسپ اثنای تغییر نام مکدونیای شمالی شده بودیم. این حال در چرنگوریا هم جای داشت و حالا در سراسر منطقه جریان دارد.